یک مرد 42 ساله زاده تاجیکستان بعد 21 سال در ولایت چلیابینسک روسیه با اتهام کشتار یک ساکن محلی در سال 2002 به حبس گرفته شده است. رئیست تفتیشات ولایت چلیابینسک روز 7 نوامبر سال 2022 با نشر 3 عکس از جریان حرکت‌های تفتیشاتی خبر داد که در کشتار 21 سال پیش دست داشتن شهروند قبلا هم زندان شده تاجیکستان از جمله با کمک تشخیص‌های ژنتیکی آشکار کرده شده است. مقامات تفتیشات چلیابینسک هنوز همان سال 2002 در رابطه با کشتار یک ساکن محلی پرونده جنایتی گشوده بودند، ولی این کشتار 21 سال باز ناگشوده باقی مانده بود. بنا به مواد پرونده صحنه 2 فوریه سال 2002 در ساعت‌های روزانه شهروند تاجیکستان با مقصد به دست آوردن پول و مال به یک ساکن چلیابینسک حمله آورده او را اول با ظرف شیشگی به سرش زده از پای افشانیده است و سپس به گردنش چند ضربه کار زده است. جبر دیده بر اثر جراحت‌های برداشته‌اش در جای حادثه جان داده است. در جریان تفتیش این پرونده و سنجیدن گمانبرشونده‌های احتمالی به تفتیشات میسر شده است که ژنتیپ یک شهروند تاجیکستان سال تولدش 1981 را به دست بیارند. تشخیص ژنتیکی چیزهای از محل کشتار سال 2002 گرفته شده دست داشتن این زاده تاجیکستان را در این جنایت آدمکشی اثبات کرده است. جنایت بعد 21 سال آشکار گردیده نفری که این جنایت را صادر کرد به دست افتاد و او بر اساس قسم 2 ماده 105 کودکس جنایتی روسیه با اتهام آدمکشی عیب اعلام کرده شده. دادگاه با درخواست مفتش او را به حبس گرفت. حالا انجام حرکت‌های تفتیشاتی با مقصد جمع‌آوری و تحکیم دلایل‌های اثبات کننده ادامه دارد. خبر داده است رئیست تفتیشات ولایت چلیابینسک. خود شهروند دستگیر شده تاجیکستان و یا نزدیکان یا ادوکات او برای شرح این قضیه دسترس نیستند. به بازداشت شده بر اساس قسم 2 ماده 105 برای آدمکشی و غارتگری همچون جزا از 8 تا 20 سال زندان یا حکم زندان عمرباد تهدید می‌کند.